با برکت ترین ازدواج ها همون ازدواج هایی است که مهریه‌اش کم باشه، مصارف عروسیش کم باشه. این دین ما بر ما میگه. خانواده عروس مهر را تعیین کو که کمر شکن نباشه، مهریه تعیین کو که در توان امو آقا داماد باشه و داماد محترم احساساتی نباش، هیجانی نباش که اونجا چون داماد هستی دریشی دامادی بشیدی دیگه دست خود نمیفهمی. سعیس 40,000 سعیس 50,000 سعیس 60,000 سعیس 70 فقط بویی که علیاذ بالله ما در میدان قمار نشسته. در اونجا تو چیزی را قبول بکن که در توانت هست و داده میتونی. همونجا اگر کسی بر تو گفت که 40,000 دلار، برادر محترم من قدر داده نمیتونم، با جرأت بگو. قصد اول خو از همه مهمتر قصد دادنش داشته باش. ما خو از ابتدا اراده نداده نداریم. با می که کی داد کی گرفت. یک چیز را تعیین کنین برادرای محترم، اولیای امور، که من داده بتانم، من در توانم نیست قدر داده بتانم. خود چند در توانت از فرض مثال 5 لک افغانی، 2.5 لک افغانی، 2 لک افغانی، اما اندازه‌ای که در توانش است که داده بتانه. چون این حق است، حق بنده الهی است. میفهمین شما یا نه؟ این ندادنش یعنی قصددار بودن، یعنی اگر نتی و بمیری قصددار هستی. این حق زنت از بالایت، این حق همسرت از بالایت. این قرآن بر ما و شما میگه بتن مهریه های زنانتان، او را به خوشی بتن. 2 لک افغانی در دست زنت میدی با خوشی، با پیشانی باز بگه خانوم عزیزم، بگه همسر عزیزم که حق تو هست. اگر او خانوم هیچ نمیفهمم تو بفهمانش. خانوم من مهر تو حق توست، این الله برات تعیین کرده. خوب راست میگی؟ بله این حق تو هست. بله اینه دین. از امروز اولم زن در خانه تو احساس خوشبختی بکنه. بله اینه چقدر خوشبختی، چقدر کل چیز برام داده میشه. همین پیسه نقدم برام میدن. این دین گفته بله